شما من نبودم بودی هفته قبل دگرا یما بیا خلاصه قصه روز قبل برسی بیاد قصه کن چه چیزا بود بیا پیش روی تخته خب روی دست بزن بیاد کن یاد نمانده؟ اما کمش که یاد مانده رو بگو بشون یاد نمانده؟ بخی؟ ابو صالح چی کار کرد؟ چی داشت؟ اسب داشت؟ بله اسبشو رو برد سلمان نخواست از بازی شود اسبشو برای پس نخوانه چه باید با چی؟ با گنج آفرین خند داستان ماهیگیری بود که هر کسی که از خدا شکرگزاری نکنه خدا هر نعمتی که برش داده را دوباره پس میگیره ازش درست است؟ دوباره ازش پس میگیره خب امروز هم یک قصه براتون میخوانم از کدام کتاب براتون میخوانم؟ دخترها اول یک قصه از کتاب داستان دخترهای خوب و قصه های خوب برای دخترهای خوب و بعد از او باز یک قصه دیگه از کتاب قصه های خوب برای پسرهای خوب خب این داستان در مورد مورچه و پروانه طوفان شدیدی در جنگل می‌وزید. باد با قدرت برگ درختان را به زمین می‌ریخت و حتی درخت بلندی را شکسته بود. با وجود این پرندگان و حشرات صبورانه به کار خود مشغول بودند. آنها سعی می‌کردند دانه‌های میوه را زیر خاک پنهان سازند. صبح روز بعد طوفان به پایان رسید و خورشید نورش را به همه جا تاباند. در این مواقع مورچه‌ای از لانه‌اش بیرون آمد و با صدای گرفته گفت چه طوفان وحشتناکی بود. بعد با تعجب گفت اون دیگه چیه؟ مورچه یک شفیره دید که بر اثر طوفان از درخت و زمین افتاده بود. مورچه آهسته به شفیره که هیچ حرکتی نمی‌کرد نزدیک شد و با او شروع به صحبت کرد و پرسید تو راه را نمی‌دانی؟ هیچ سخنی نگفت. دوباره پرسید آیا تو راه نمی‌روی؟ پا و بال هم نداری؟ تو چه حشره عجیبی هستی؟ شفیره گفت بله من پا و دست و بال ندارم. حرکت هم نمی کنم. من باید در همین حالت باشم تا کامل شوم. مورچه گفت برای تو خیلی بد است که با هیچ حشره‌ای که دوست نیستی. پس به چه دردی میخوری اکنون؟ مورچه در آخر به او گفت خدا نگهدار و به امید دیدار. مورچه پس از اینکه با حرفهایش شفیره را ناراحت کرد از آنجا رفت. چند روز باران زیادی بارید و زمین کاملا گلالود شد و مورچه به سختی راه میرفت و میگفت واقعا راه رفتن در این زمین چسبناک خیلی مشکل است. ناگهان صدایی به گوشش رسید. آقا مورچه سلام. راه رفتن چه سخت است؟ مورچه به اطراف خود نگاه کرد. پروانه زیبایی را دید که آرام آرام بال میزد. پروانه گفت آقا مورچه من همان
شفیره هستم. میبینی که هر جا بخواهم پرواز میکنم، در حالی که شما روی زمین به سختی راه میروی. پروانه دیگر ادامه نداد. بال زد و بالا و بالا و بالاتر رفت. مورچه همانطور که در گل مانده بود در تعجب عمیقی باقی ماند و با خود گفت آن شفیره چه بود؟ خب کی میتونه بگوید پاسخ مورچه را که او شفیره چی بود؟ وقتی که مورچه او را دید و فکر کرد که یک حشره خیلی عجیب است که نه دست داره، نه پا داره، نه بال داره، نه سر داره. به نظر شما چی بود؟ که بعداً تبدیل به یک بار مورچه با خودش میگه که عجب زمین چسبناکی، چقدر سخت است راه رفتن در اینجا. با خودش میگه. یک بار ناگهان یک صدایی رو میشنوه میگه چی سخت است؟ مورچه چهار طرف خودش رو میبینه کسی نیست. یک بار به بالا نگاه میکنه و یک پروانه خیلی زیبا رو میبینه و براش میگه که راه رفتن در این زمین خیلی سخت است، زمین چسبناک. دوباره پروانه براش میگه که آقای مورچه، من همون شفیره هستم که با حرفایت مرا ناراحت کردی و با من گفتی که تو چه رقم موجودی هستی که نه سر داری، نه پا داری، نه بال داری، هیچی نداری. و بعد شروع میکنه به پرواز کردن و حرکت میکنه و در عین حال به مورچه چی میگه؟ میگه که ببین تو به من حرف بد زدی، مرا ناراحت ساختی، اما حال من پرواز میکنم، در هر جایی که خواسته باشم میرم، حرکت میکنم، اما تو در جای خودت باقی هستی. خب نتیجه که ما از این داستان میگیریم این است که ما نباید با کلمات ما آدما رو ناراحت بسازیم. درست است؟ ما نباید با حرکات ما، با حرفای ما کسی را از خود برنجانیم. اگر ما این کار انجام بدیم دوباره روزی با همون آدم روبرو میشیم و خداوند توسط همون آدم پس ما را ناراحت میسازه. پس ما باید خیلی متوجه باشیم که به هیچ کسی بی احترامی نکنیم، حتی اگر یک مورچه کوچک در روی زمین باشه. متوجه شدین خلاصه داستان را؟ بله. خب کی میاد خلاصه داستان رو بر ما میگم؟ خدای الهی باید کسی را ناراحت نسازیم، پس او یک روز ما را ناراحت میسازم، باید متوجه کار خود باشیم. خب دیگه بس مدلی تصمیم. همون قدر فهمیدی؟ خب آفرین، تشویق کنید برش. خب از بچه ها عثمان بیا دیگران. خب ما اینجا کسی رو میمان برنامه نداریم. خب در این هفته اشتراک نکردین خب خیلی چیز نمیگم تونه. هفته بعدی کلتان دانه دانه میایین پیش روی صنف گپ میزنید، قصه را خلاصش هم میگین، برداشت خودتان هم میگین. درست است؟ به خاطر از اینکه شما هر بار در این هفته بیاین در این صنفا بیاین اشتراک بکنین و چیز را یاد نگیرین، پس وقتتان را به ناحق ضایع میکنین. در اینجا شما باید بیاین روی جرأتتان کار کنین. خب خودت بیاین خلاصه داستان رو بر صنفیات بگو، برداشت خودت بگو و هر کس که اشتراک میکنه طبق در روزهای قبل براتون کتاب جایزه میدادیم، در این هفته براتون کتاب جایزه داده میشه. خب آفرین. اما هر کسی را که ناراحت بسازیم، بهش بی احترامی بکنیم، حتی اگر یک مورچه باشه، حتی اگر یک موجود باشه که جان نداره به نظر ما، مثلا یک مارکر به دست ما میگیریم گزلت میکنیم و بهش حرفای منفی میزنیم. حرف منفی یعنی چی؟ یعنی بی احترامی. اگر بهش بی احترامی بکنیم، جهان هستی و خداوند دوباره به همون شکل، به همون صورت پس یک کس را مقرر میکنه که او حس را که ما به این موجود دادیم پس به ما بده. او حس چی است؟ حس بد. اگر یک نفر حسش را بد بکنیم، دوباره حس خود ما به مرور زمان بد میشه. پس ما نباید به کسی بی احترامی بکنیم. درست است؟ خب چک چک بکنیم پس خب میایم روی یک قصه جالب از کتاب قصه های خوب برای
پسرهای. خب ایوانی قصه مربوط به دخترها میشد، بیشتر هم دخترها آمد خلاصش رو. این داستانه که من میخوانم و بچه‌ها میان اشتراک میکنیم و خلاصش هم میگیم. خوب دقت بکنید که من برای شما چی میخوانم. این داستان دو موش بد، یعنی دو تا موش بد. روزی روزگاری یک خانه عروسکی بسیار زیبایی در کنار شومینه اتاق قرار داشت. دیوارهای آن قرمز و پنجره‌هایش سفید بود. آن خانه پرده های توری واقعی داشت. توری یعنی چی؟ یعنی جاری. همچنین یک دروازه در جلوی خانه و یک دودکش هم روی سقف آن دیده می شد. این خانه متعلق به دو عروسک بود. یک عروسک بلوند که لوسیندا نام داشت و صاحب خانه بود، ولی هیچ وقت غذا سفارش نمیداد. دیگری هم جین نام داشت و آشپز بود، اما هیچ وقت آشپزی نمی کرد چون غذاهای آماده از قبل خریداری شده بود و در یک جعبه قرار داشتند. توی جعبه 2 عدد میگوی درشت قرمز. میگو چیست؟ یک قسم کسی میفهم میگو چیست؟ یک قسم غذای دریایی است که بیشتر در ایران صرف میشه. میگو که است یک قسم شبیه ماهی است بچه‌ها. این هم چنگ است. خب طعمش هم مثل ماهی است. ماهی را خوردید دیگه حواسان. طعمش هم مثل ماهی است. این هم چنگ است. بیشتر در ایران مردم میخورن میگو. خب ماهی، یک ماهی، یک تکران، یک ظرف پودینگ و مقداری گلابی و پرتقالی. آنها را نمیشد از بشقاب‌ها جدا کرد. پسر گوش کنید. ولی بی‌نهایت زیبا بودند. یک روز صبح لوسیندا و جین برای گردش با کالسکه عروسکیشان بیرون رفتند. هیچ کس در اتاق کودک نبود و همه جا سکوت بود. یک دفعه صدای حرکت آرام چیزی به گوش رسید. صدای خراشیدگی از گوشه نزدیک شومینه می آمد، جایی که سوراخی در زیر قرنیز وجود داشت. تامچستی سرش را برای لحظه‌ای بیرون آورد و دوباره صداها شروع شد. لحظه‌ای بعد خانم موشه هم سرش را بیرون آورد. او و سمت دیگر شومینه قرار داشت. شومینه میفهمین چی است؟ شومینه یک خانه‌گاهی است که در داخل دیوار ساخته میشه. خب مثل خانه ساخته میشه، اما در داخلش چوب و زغال و چیزا را در میدن. خب بهش میگن شومینه. آنها با دقت از روی قالیچه مقابل شومینه گذشتند و به خانه عروسکی رسیدند و درب را باز کردند. 2 موش از پله‌ها بالا افتاد. آقا موشه گفت آن را ول کن و یک تکه ماهی به من بده. خانم موشه سعی کرد تا با آن قاشق حلبی تکه‌ای از ماهی را جدا کند، ولی ماهی به ظرفش چسبیده بود. همانطور که ماهی به بشقاب چسبیده بود، آن را در آشپزخانه روی آتش قرار دادند، ولی آن نپخت. به نظر شما چرا پخته نشد؟ چرا تکه رانم در بشقاب چسبیده بودم و جدا نمیشد؟ با کاردم که میبرید بریده نمیشد. چرا؟ خب دیگر رو چی نظر داره؟ چون پلاستیکی بود و نبوده. خب آقا موشه خیلی عصبانی شد. تکه ران را وسط اتاق گذاشت.